سلام بچه ها، من امیر مکسم و بچه ها امروز اومدیم که براتون یه دونه گیم پلی، یه دونه سری در واقع یه دونه سری شروع کنم. سری ماینکرافت سوروایول، اما بقا در دنیای زامبی ها. بچه ها این مادپک واقعا سخته، فوق‌العاده سخته. هنوزم کریتش نکردم. الان توی یکم مپام هم تو این مپ کلا بچه شیدرام امتحان میکنم. تو که میبینین و الان یه شیدر دادم شبیه ماینکرافت شده، کارتونی. What the و خلاصه که بچه ها زیاد حرف نمیزنم که ویدیو زیاد اولش طولانی نشه و خلاصه که بزن بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، من ورد رو کریت کردم، اسمش هم گذاشتم به فارسی سری بقا. و خب بزن بریم تو سرور برای شروع، ببینیم چیا بهمون میده و شروع کنیم دیگه. خلاصه به بازی کردن. هم روشن کنم تا لگ نزنه و بزن بریم. لگ میزنه، کمتر بشه لگ. اسم مادپک هم که میبینید بچه ها، اگه خواستید آموزشش هم میذارم. و لیتس گو. اوکی. وایسا جان مادر زامبیا نیان. خب مثل که همین اول قرار بمیریم. اوکی، هنوز زامبیا ندیدنمون. وای، پیس داریم. اینا رو برداریم. بردار. نون غذا. سبلینگ باجی، سبلینگ خیلی مهمه. دونام نمیخوام، دونا رو میخوام چیکار؟ دونام بردار. نبردار چه مثلا. اوکی، شانکو گذاشتم رو پایین ترین حد ممکنه تا فقط لگ نزنه. اوکی، پایینم قاره. زامبیا هنوز ندیدنمون، دیده بودن الان پاره بودیم. اوکی، خوام برم بچه اون پایین تو قار ماین. بذار یه کاری کنم، اینو بذاریم اینجا. اوکی، اینم بذاریم اینجا. نظرتون تو اونجا میتونم بپرم؟ چوب گوشی آخه نشتی. خب اوکی، رسیدم. چیه؟ زامبیه؟ شت، اینا چیان؟ مثل این که باگ خورده بودن. این آزم باگ. بمیر عشقم. خب آهنگش عوض شد. اینم بده من.
ای تو بیناموس، برو 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 نه اینجا، برو گم شو. آی 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 اوکی. ای شیت حاجی، شیت ریدم. گاوه منو اتک، مرغ زامبی شده. داشتی یه چوب دیگه هم بکنم، چیزی ازت کم. چون کدو اینجاست. اوکی کدو اینجاست. دوتا روباه سالم هم اینجا هم. عجیبه. اوکی اینا نکن. چقدر زود گرسنم میشه. چون که گذاشتم پایین پایین پایین. یک ذره هم چانک لود میکنه دهن ما سرویس میشه. چقدر زود گشنم میشه. بذار با این پیله اینجا تاک بکنم نیاز میشه. بالا اینجور کارا شکست. خب اینجا باز یه قار هست برم توش. غذا ندارم. غذا از کجام بیا؟ شت ریدم. غذا از کجام الان من بیارم غذا رو؟ دوتا خط لاغل گشنم بشه. جایی چینی و زامبیه. تا خط گشنم شد. بابا یعنی چه غذام هم تموم شد. اوکی یه ویلیج اینجا مگه نباید باشه الان بابا.
یه ساجی پورتال اوکی محمد دهن سرویس محمد نگاه کن اوکی پورتال جات خالی خیلی جای قشنگیه واقعا جات خالی چست پلیت و دو تا شمشیر یکی شارپنر اوکی obsidian شاید فیلینتا نیازمون بشه حاجی اون گل بالایه رو میخوام اینجا رو ببندیم بریم بالا برو گم شش قالی کسافه بسوز در آتش بسوز مادرت تو را اسپلیتش چیه آسیب در برابر انفجار این نمیدونم واقعا چی الان مغزم کار نمیکنه مرده ای عزیزم باید فکر یه جا باشم فعلا بذار همینجا غذا مالفی کنم شد گاو اونجا هست بچه اینجا گاوا هیچ لوتی نمیدن اینم یادم رفت بهتون بگم کلا حیوانات هیچ لوتی نمیدن بعد یعنی گوشت گاو و اینا گیر نمیاد دیگه آره خلاصه حتی دنیاش هم باگه خوش کنید بده سیب زمینی و جون بکن ما داریم زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلایی سر ما مردین آخه مردن سیکتیر کو بینو نشون درست کن من یه ظرفزه برار بابا سالم یه امتحان بازشون میکنم بچه ها یه خوبی که به نظر من اینجا داره اینه که بچه زامبی نداره بچه نکنم این چست پلیته یکی رو نصفی میده این 2 تا نصفی میده این رو فعلا رو داشته باشیم زغالمون که دست رفت آبید برو این از دست نره گاوم دار زامبی میکنه زاینم اینا میشه بخت آیرونینگاد میدن آجی پشما فعلا وقتش نست نریم دستم نگیم یک باید همینجوری به راهمون ادامه بدیم این گاوه تا نمارده بکشیمش یا لوت نداد میدونستم مونده بودم بریم جنگل بریم سمت جنگل ببینیم چقدر زامبی تو آب بود اونور
دارم با گوشی بازی میکنم، واقعا سخته. آخه یعنی چی مشتی؟ بکن. نه لاشی اون مال من بود، تو مال من باش. اوکی بچه اگه کیفیت صدا بده به بزرگی خودتون ببخشین. دیگه واقعا با یه گوشی دیگه در همیت میتونم چی کنم. با اینجا بازم کدو از خارش کنم اینجا، ولی هیچ چینی من بردارم. خب یعنی چی؟ اینجا رو بچه اینجا هیچ کسی وجود نداره، یعنی هیچی وجود نداره. فقط یه سری از افراد هستن، یه سریاشون خوبن، آدم خوبی هن، و یه سریاشون بدجنسن که حالا فکر کنم جلوتر اگر احتمال داره ببینیمشون تو راه، اونا میتونن از آن دفاع کنن یا به اون حمله کنن. به اون حمله میکنن در واقع. چقدر زامبیش زیادن، ولی خدا رو شکر. تنهایی تو مال من. با اینا رو نه دافاک شدم تو صورت یارو زامبی. آی اوکی همینطور مستقیم میریم دیگه تا به چی برسیم، چون که نمیشه بالاخره به یه چیزی برسیم. اوکی لاشی یه لوتی بده خود. غذام تمام شد آجی. باید زودتر یه چی پیدا کن. اون چیه حاجی؟ روستا حاجی، پشمام. چه کردم از دول بندی در این دریا کی روستا حالا میتونیم بخوابیم تا صبح بشه و شاید این زامبیای نکبت بسوزن. رام شو اشغال حق نداری به اینجا بخوابم. اخوار نکن. اوکی بخواب سریع صبح شه. شد اوکی. صبح شد بنازم. بیا تو ببینم چی میگه. اشغال سویش در رو نکن. رفته بالا. What the تختتو بردار. بگی تو دستت، فقط بگی تو دستت. نون اوکی. سیب زمینی. پرا رو بر میدارم 100%. سبلینگ نمیخوام. آب بخورم. خوردم همین خیلی تاثیر بود. اوش چقدر زیادن اینجا. اوکی گم شاش خوردم. گم شین. دختری بیا تو کسکش. خب بذار ببینم اینجا چی هست اصلا. چون هیبیلا خیلی نیازه. بنوزم بلس فرنیس. خب اوکی بذار سیب زمینی اونو بذاریم. چوبا رو تبدیل کنم. آره دیگه چوب رو تبدیل کنم. بذارم اینجا بپزن اینا.
Beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sand and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, he's there watching. افتخارم دگرام همه به میگن نقاب بزن اومان از که تراغلا تموم نمیشن ترام به راستشه نمیدونم نمیتونم سیما بلندم صدا تو نشنم زمینم که یه رفتم که رفتیم باش باید همینجور ادامه بدیم تا برسیم به شهر. اگه چقدر بچه خب ممنون بچه که تا اینجا ویدیو منو همراهی کردین. بچه ادامه و اگر پارت 2 رو خواستید حتما بگید.